در این پروژه میخوایم با استفاده از نرم افزار اسکرچ جونیور در مزرعه حیوانات مسابقه بین 3 تا حیوان رو برگزار کنیم. به این صورت 3 تا حیوان ما خواهیم داشت در یک مزرعه و برای اونا مسابقه برگزار میکنیم به طوری که با شروع پرچم بتونن مسابقه رو برگزار کنن و هر کدوم زودتر رسید بگه 1 2 و 3. خب برای این کار میاییم چیکار میکنیم؟ به قسمت هوم یا مین اسکرین اسکرچ جونیور مراجعه میکنیم. صفحه خانه یا منوی اصلی رو باز میکنیم. منوی اصلی پروژه جدید رو انتخاب میکنیم. پروژه جدید که باز شد شکلک پیش‌فرض اسکرچ جونیور رو حذف میکنیم با کلیک چپ و حالا پس زمینه یا بک‌گراند دلخواهمون رو از بین اینا انتخاب میکنیم. یه زمین ساده باشه. بعد میایم توی قسمت شخصیت ها یا همون در این برنامه یا پروژه حیوانات هستن 3 تا حیوان رو با سرعت های مختلف انتخاب میکنیم. اولی خرگوش باشه یعنی اینجا. دومی رو انتخاب میکنیم. دومین حیوان هم مثلا سگ رو انتخاب میکنیم. قرار میدیم اینجا و سومین حیوان هم با یه سرعت متوسط مثلا اسب رو انتخاب میکنیم. خب اندازه این بزرگه. اندازه از قسمت تنظیمات ظاهری میاییم دوبار کلیک میکنیم و اسب رو هم اندازه حالا یکم بزرگترش رو انجام میدیم. خب. حالا تقریبا هم اندازه شدن. در یک ردیف قرار میدیم. همین. خب تنظیمات ظاهری رو برمیگردونیم سر جای خودش. الان برای هر کدوم از این شکلک ها به صورت جداگانه کدنویسی ها یا بلوک ها را قرار میدیم به طوری که با شروع پرچم با چه سرعتی حرکت کنه؟ با سرعت الان خرگوش سرعت زیاد رو داریم با سرعت زیاد و چند گام حرکت کنه تقریبا به طور دلخواه هر مقداری که بخوایم اینجا مثلا 10 گام رو انتخاب میکنیم و وقتی که رسید به جایگاه پایانی شماره 1 رو اعلام کنی یا بگی من نفر اول یا فرست 1 هستم. حالا تنظیمات مربوط به سگ رو اینجا انجام میدیم. با شروع پرچم با چه سرعتی؟ با سرعت خیلی کم و چند گام بره جلو؟ 10 گام بره جلو و وقت رسید به انتهای بازی شماره 3 را اعلام کنه. اسب رو با سرعت تقریبا متوسط در نظر میگیریم. وقتی که متوسط چند گام حرکت کنه
دهگام حرکت کنه. وقتی رسید به انتهای مسیر من نفر دوم شدم. خب اگه بخوایم متنی رو اضافه کنیم اینجا می نویسیم انیمال ریسینگ، مسابقه حیوانات، و رنگش رو اینجا میتونیم انتخاب کنیم. هر رنگی که بخوایم میتونیم اینجا اضافه کنیم. و در این قسمت هم سایز ها رو میتونیم اضافه کنیم. انیمال ریسینگ، انیمال ریسینگ. بعد هم میتونیم سابسکرایب هم قسمت. حالا ببینیم آیا مسابقه یا کدنویسی که انجام دادیم درست از آب در میاد یا نه. با شروع پرچم، وقتی پرچم میزنیم باید مسابقه شروع بشه. حالا 1 2 و 3 برمیگردیم سر جاشون، دوباره تکرار میکنیم. دهگام میره با سرعت سریع 1 2 و 3. در اینجا هر کدوم یه مسافت دهگامی رو براشون تعیین کردیم، با سرعت زیاد، با سرعت خیلی کم و با سرعت متوسط. دوباره خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد از این پروژه، لطفاً سابسکرایب کنید تا پروژه های دیگه رو به کانال اضافه کنید. برای ذخیره کردنم از این قسمت استفاده میکنیم. مثلا می‌نویسیم انیمال ریسینگ، تیکو میزنیم و ذخیره میشه، در قسمت خونه یا منوها قرار میگیره.